رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت ولی کل دین رو گرفت رفت. شخصی رسید محضر رسول خدا در مسجد، فرمود که آقا جان اگر میشه به من قرآن یاد بدید. پیغمبر دستشو گذاشت تو دست یکی از صحابه، گفت برید گوشه مسجد با هم قرآن کار کنید. یه چند دقیقه گذشت، دیدن اون شخصی که اومده قرآن یاد بگیره از در مسجد رفت بیرون و صحابه رسول خدا رسید محضر آقا، فرمود که آقا جان این شاگرد ما خیلی آدم کم طاقتی بود، ما یه چند آیه‌ای باش کار کردیم و طاقت نیاورد و گذاشت رفت. پیغمبر فرمود چطور، چی شده؟ گفت که ما سوره مبارکه زلزال رو انتخاب کردیم، رسیدیم به آیات آخرش که میفرمایند و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به من گفت که این کلامی که گفتی از کیه؟ ما گفتیم کلام خداوند متعال دیگه، داریم قرآن رو با هم کار میکنیم، تمام اینها آیات خداوند متعاله. گفت همین منو کافیه، همینو گفت و گذاشت و رفت. آقا جان خیلی آدم کم طاقتی بود. پیغمبر یک تأملی کرد، فرمود که رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت ولی کل دین رو گرفت رفت. پس ما باید متوجه بشیم که ولو شده به واسطه یک دونه آیه، اگر همین نور آیه در وجود ما قرار بگیره و ما بتونیم استفاده کافی و بافی رو از این آیه ببریم، همون یک آیه باعث عاقبت به خیری ما میشه. انشالله که خدا این توفیق رو به همه ما عنایت بکنه که بتونیم اینطور از برکات و نعمات و نور عظیم قرآن کریم استفاده بکنیم در زندگیمون انشالله. یا علی مدد.